هزاران سال پیش وقتی هنوز نامی از مادها و پارسها نبود، در کوههای خشن زاگرس قومی زندگی میکرد که بعدها تاریخ آنها را لولوبیان نامید. مردمانی از هزاره چهارم پیش از میلاد، ساکن آذربایجان و کوهستانهای کردستان، قومهایی که با هوریان، سومریان و اکدیها داد و ستد داشتند و آرام آرام قدرت گرفتند. در روزگاری که میانرودان در آتش جنگ میسوخت، نارامسین شاه بزرگ اکد برای نخستین بار نام لولوبی را بر سنگی جاودانه کرد. این سنگ نبردی سخت را روایت میکرد، نبردی در تنگه‌های زاگرس میان دیاله و ارومیه، جایی که لولوبیان بارها در برابر ارتش اکد مقاومت کردند. قرنها بعد پادشاه مقتدر ایلام شترگناهونته همین سنگ را از شهر سیپار برداشت و به شوش برد به نشان پیروزی و بر آن کتیبه نو افزود تا تاریخ فراموش نکند چه کسی آن را غنیمت گرفت. اما بزرگترین یادگار لولوبیان سنگنگاره با شکوه آنوبانینی در سر پل ذهب است. شاه لولوبیان در این سنگنگاره دیده می شود. بالاتنش بدون پوشش با دامن کوتاه پا روی دشمن مغلوب گذاشته و در دستش تبر، کمان و تیر و نیزه دارد. در کنار او الهه‌ای ایستاده که او را در نبردها یاری داده است. با این نقش اسیرانی برهنه با دستانی بسته دیده می شود. این نقش برجسته قدرت، حکومت و شجاعت شاه لولوبیان را به شکلی بی‌نظیر نشان می‌دهد. لولوبیان بیش از 2000 سال در کوهستان‌های غرب ایران زیستند. زبانشان با ایرانی‌های امروز یکی نبود، اما ردشان در فرهنگ این سرزمین باقی ماند. در روایت‌ها، در سنگ‌ها و در نام‌های فراموش شده‌ای که هنوز در قراردادهای اور، الواح سومر و تاریخ میانرودان دیده می‌شود. این داستان قومی است که پیش از همه در زاگرس قد برافراشت و نامشان هرچند کمرنگ هنوز بر سنگ‌ها می‌درخشد. لولوبیان.